در این ویدیو میخوام توضیح بدم که اوتیسم چیه، بعضی از ویژگی‌های رایج آن چی هستند و چرا اوتیسم در افراد مختلف میتواند بسیار متفاوت باشه. اوتیسم یا اختلال طیف اوتیسم یک تفاوت در رشد عصبیه، یعنی با نحوه رشد مغز و شیوه پردازش اطلاعات توسط مغز ارتباط داره. به اون طیف یا اسپکتروم گفته میشه چون اوتیسم در همه افراد به یک شکل ظاهر نمیشه. بعضی افراد مبتلا به اوتیسم ممکنه برای زندگی روزمره به حمایت قابل توجهی نیاز داشته باشن، در حالی که برخی دیگر به طور مستقل زندگی میکنن. ممکنه شغل داشته باشن، وارد روابط عاطفی بشن، خانواده تشکیل بدن. حتی ممکنه تا دوران بزرگسالی متوجه نشن که در طیف اوتیسم یا اوتیسم اسپکتروم قرار دارن. اما بعضی از این ویژگی‌های رایج اوتیسم چیا هستن؟ یکی از این ویژگی‌ها ارتباط و تعاملات اجتماعیه. فرد مبتلا به اوتیسم ممکنه بعضی جنبه‌های این تعاملات اجتماعی براش دشوار باشه. برای مثال ممکنه صحبت‌های روزمره و غیر ضروری یا همون گپ و گفت‌های معمولی براش خسته کننده باشه، یا اینکه ممکنه تشخیص بده که چه زمانی نوبتشه که صحبت کنه براش دشوار باشه. همچنین ممکنه درک حرف‌ها و صحبت‌هایی که غیر مستقیم هستن براش سخت باشه. مثلا ممکنه یه نفر بگه اینجا تو این اتاق هوا سرده و غیر مستقیم داره میگه که یعنی پنجره رو ببندین، ولی شخصی که دچار اوتیسم ممکنه متوجه این صحبت‌های غیر مستقیم نشه. یکی دیگه از این ویژگی‌ها تفاوت در پردازش حسی یا همون حواس پنجگانه هست. بعضی از افراد مبتلا به اوتیسم به نسبت به صداها، نور، بوها و حتی احساسات فیزیکی خیلی حساس هستن. برای مثال یک مرکز خرید شلوغ ممکنه برای یک فرد مبتلا به اوتیسم خیلی طاقت فرسا باشه، چون صداها، نورها و افراد زیادی به طور همزمان توجه اونو درگیر میکنن. ولی در عین حال برخی دیگه از افراد مبتلا به اوتیسم ممکنه در واقع به دنبال بعضی تجربه‌های حسی خاصی باشن. همچنین ممکنه فرد مبتلا به اوتیسم ترجیح زیادی برای داشتن نظم، برنامه و اینکه شرایط همیشه قابل پیش بینی باشه. تغییرات غیر منتظره گاهی میتونه باعث اضطراب یا ناراحتی قابل توجهی بشه. برای مثال تصور کنید که هر روز برای رفتن به یه محل کار از یه مسیر مشخصی شما عبور میکنی، اما ناگهان یه روز میگن که جاده بسته و مجبور هستی که از یه مسیر دیگه بری. برای بسیاری از افراد یه همچین شرایطی ممکنه تا حدودی ناخوشایند یا کمی آزاردهنده باشه. اما برای یه فرد که دچار اوتیسم هست که به شدت به برنامه‌ها و روال مشخص زندگی وابسته است، این تغییر ناگهانی و غیر منتظره ممکنه بسیار اضطراب‌آور و طاقت فرسا باشه. یه ویژگی دیگه میتونه داشتن علایق بسیار عمیق و شدید باشه. یه فرد مبتلا به اوتیسم ممکنه به یک موضوع خاص علاقه بسیار زیادی پیدا کنه و دانش فوق‌العاده زیادی درباره اون موضوع خاص به دست بیاره. اون موضوع خاص میتونه هر چیزی باشه، از قطار و موسیقی و کامپیوتر گرفته تا تاریخ و حیوانات و روانشناسی. ولی خب نکته مهم اینه که این ویژگی ها لزوماً منفی نیستن. در واقع بسیاری از افراد مبتلا به اوتیسم از نقاط قوتی مثل توجه زیاد به جزئیات، تمرکز عمیق، صداقت، خلاقیت، پشتکار و توانایی کسب دانش بسیار تخصصی درباره اون موضوعای مورد علاقهشون برخوردار هستن. البته در کنار
این نقاط قوت ممکنه چالش‌هایی نیز وجود داشته باشه. یکی از نکات مهمی که باید در مورد اوتیسم بدونیم ماسک گذاری یا پنهان کردن ویژگی‌های اوتیسم است. ماسک گذاری یعنی فرد به طور آگاهانه یا ناخودآگاه ویژگی‌های اوتیسم خودشو پنهان میکنه تا بتونه از نظر اجتماعی با دیگران هماهنگ بشه. برای مثال ممکنه فرد رفتار دیگران رو با دقت مشاهده کنه و سپس همون رفتار رو تقلید کنه. یا ممکنه خودش رو مجبور کنه که توی چشم دیگران نگاه کنه. یا اینکه از قبل مکالمات رو توی ذهنش تمرین کنه. و یا اینکه نشون نده که بعضی صداها یا موقعیت اجتماعی براش بسیار طاقت فرسا هستن. خب این کارا باعث میشه که فرد از بیرون کاملا عادی و سازگار به نظر برسه. اما ادامه دادن این ماسک میتونه بسیار خسته کننده باشه. خب همین یکی از دلایلیه که خیلی از افراد به خصوص خانم‌ها که توانایی زیادی در سازگاری اجتماعی دارن ممکنه تا دوران بزرگسالی تشخیص اوتیسم براشون داده نشه. دریافت تشخیص اوتیسم در بزرگسالی میتونه احساسات متفاوتی رو توی شخص ایجاد کنه. فرد ممکنه احساس آرامش کنه چون ناگهان بسیاری از تجربه‌های دوران کودکی و بزرگسالی براش معنا پیدا میکنه. چون ممکنه به خودش بگه شاید مشکلی در من وجود نداشته، شاید مغز من فقط به شکل متفاوتی کار میکنه. ولی خب برای یه فرد دیگه ممکنه مشکلاتی که در گذشته تجربه کرده با احساس ناراحتی و حتی خشم و ناامیدی همراه باشه. همچنین بسیار مهمه که بدونیم افراد مبتلا به اوتیسم نیازهای یکسانی ندارن. دو فرد مبتلا به اوتیسم میتونن شخصیت‌ها، نقاط قوت، مشکلات و نیازهای حمایتی کاملا متفاوتی داشته باشن. اوتیسم چیزی نیست که لزوما نیاز به درمان و برطرف شدن داشته باشه. هدف معمولا اینه که فرد رو بهتر درک کنیم و موانع غیر ضروری رو کاهش بدیم و حمایت مناسبی در اختیارش قرار بدیم. کاری که روان درمانگرها، مشاوران، معلم‌ها، اعضای خانواده، دوستان میتونن انجام بدن که میتونه خیلی مفید باشه اینی که به جای قضاوت کردن کنجکاو باشیم که چجور میتونیم تلاش کنیم که فرد رو بهتر درک کنیم. به جای اینکه بپرسیم چرا این فرد نمیتونه مثل بقیه رفتار کنه، میتونیم بپرسیم این فرد الان چه تجربه ای از زندگی داره؟ یا داره زندگی رو چجور تجربه میکنه؟ چه چیزی ممکنه برای این فرد طاقت فرسا باشه؟ چه تغییراتی میتونه شرایط رو برای اون آسون تر کنه؟ و شاید مهمتر از همه چگونه میتونیم این فرد رو بر اساس شرایط و تجربه خودش درک کنیم؟ و وقتی که این موضوع رو درک کنیم میتونیم از تلاش برای مجبور کردن افراد مبتلا به اوتیسم برای تطبیق دادن خودشون با تعریف خاصی از طبیعی بودن یا نرمال بودن فاصله بگیریم و در عوض محیط‌هایی ایجاد کنیم که در اون شیوه‌های متفاوت فکر کردن و تجربه کردن جهان مورد احترام هستند.